همونجا بتونم نمیاد. مثلا خودتو معرفی کن. سلام بینندگان عزیز، جعفر هستم. میخوام با یکی از هنرپیشه‌های معروف ایران صحبت کنیم. بفرمایید. سلام. خوب هستی شما؟ مرسی. اسم شما چی هست؟ اسم شما چی هست؟ نگاه اونجا نگاه کن باش. اسم شما چی هست؟ اسم من رضا هستید شما؟ بله. من میخوام گوشی میکروفون بین چطور صحبت کنم بگشم یکی اول سلام خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با عباس رضا خوش معرفی میکنه. رضا خب دوربین تو دوربین حرف بزن. رضا خب رضا جون چند سالته؟ 12 سالته؟ کجا زندگی میکنی؟ کجا زندگی میکنی؟ اونجا؟ کیفول داری؟ ببینم اینه؟ نکن بچه کجایی؟ بچه کجایی؟ این پشت فوتبال بازی میکنی؟ فوتبال بازی میکنی؟ بازیم نمیدن. خب یه شعر برای بچه ها بخون. نمیگی یه شعر خوب برای بینندگان عزیز بخون. چی اخیره؟ یه تیت دارم غلغلیه برو یه توی دارم نمیخنده باش برو سرخ اینجوری بغل خودم سرخ و سفید و شعر بخون نگاه میکنی تو میخندم نمیخند من دارم میخندم تو شعر بخون یه تیت دارم غلغلیه سرخ سفید و آبیه میتونم زمین نخند یه تیت دارم غلغلیه نمیدونم اینا بلد نیستی؟ عطل مطل تو طوله رو بخون اولش چیه؟ عطل تو طوله ده خطوخی عطل تو طوله گاوه حتن تجوله نکن سیفت پایین همون جون نکن نیست ببخشید بکش پایین نمیخوام خوب بابا آنگه تو بخون سنگینه با یه میکروفون سبک نزدیم بابا صدام کرد اومد ها کردن میفهمم بخون خب یه شعر بخون تو نگرد بعد